بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و احترامات خود تقدیم میکنم خدمت تمام خواران و برادران خود در سراسر دنیا. ما فعلا در جرمنی هستیم. چند روز پیش برای تجلیل کنفرانس افغان پیس میکر یا حرکت جوانان در هامبورگ آمدیم و این کنفرانس دیروز با بهترین وجهش تجلیل شد. نقطه قابل خوشی است که در این کنفرانس تمام افغانای ما از هر گوشه و کنار اروپا آمده بودن، بالخصوص همشیرای گرامی ما اونا تشریف آورده بودن، رئیسای اتحادیه ها آمده بودن، دانشمندان آمده بودن که واقعا موجب خوشی و مسرت ما شد. و ما از مؤسس افغان پیس کیپر که عبارت از فواد جان زازی است و قلبا تشکر میکنم که بر ما را دعوت کرده بودن و خودم از امریکا آمدم. موضوعی که ما خودم شخصا در این کنفرانس مطرح کردم موضوعاتی بود که با حیات سیاسی افغانستان ارتباط مستقیم داره و که موضوعات ما در این جرگه به اصطلاح در این کنفرانس ما صحبت کردیم که با طور خلاصه او رو با شما پیشکش میکنیم و آرزوی این مؤسس یا امی فعالین افغان پیس کیپر جرگه ایست که بخیر یه حرکت برای بوده و داخل افغانستان بره و این رئیس جمهور افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی اگر شما بخیر که در چوکات تمام وزارت ها فعالیت های زینو را به اصطلاح گنجایش بده که بتونن که افغانای ما با شکل واقعی مصدر خدمت بر افغانستان عزیز شود. چند نقطه را که ما بسیار علاقمندش بودم و به اصطلاحی بسیار در ردیف اول پیشنهادهای ما بود و او عبارت از جوانان عزیز ما در قسمت دیپلماسی سیاسی بین المللی اونا توجهی بالخصوص داشته باشند که ما تاثیرات از این پسانتر تشریح خواهد کردیم. این یک موضوع بسیار مهم بود که در این قسمت تجربه بگیرن افغانای ما و بتونن که با دانستن دیپلماسی سیاسی بین المللی از منافع ملی افغانستان در ساحه بین المللی اونا بتونن دفاع کنن و بر افغانستان مصدر خدمت شون. و دیگه موضوع لابینگ بود که ما این باید ذکر کنم که می خواهیم که به حیث اولین شخص در اروپا و در امریکا همین موضوع لابینگ برای جامعه افغانی پیشنهاد کنم که چون خودم شخصا در امریکا در این موضوعات لابینگ فعال هستم. موضوع لابینگ ما میخوایم که کمی فشرده این را تشریح بدم برای برادرها و خواهرایم در تمام دنیا ایست که افغانا بتونه به طور مستقیم با سیاستمدارای هر مملکت در تماس باشه و بتونه که منافع ملی مردم افغانستان برآورده بسازه. مثلا در قسمت کمک‌ها یا در قسمت سیاست از این ممالک که ارتباط مستقیم با افغانستان داره و او بتونه که کمک‌هایی که مربوط مردم افغانستان است، کمک‌هایی که مردم افغانستان را ضرورت داره بتونه از این ممالک به دست بیاره و یواز از این که ما کسر نداشته باشیم در این ممالک و ما نتونیم که منافع ملی افغانستان یا کمک‌هایی که میتونم حیات اقتصادی افغانستان بس به حیات اقتصادی افغانستان کمک کنه رو به دست بیاره. و دیگه تاثیرش ایست که اگر در این ممالک مثلا ممالک ناتو رو ما فکر میکنیم بسیار زیاد رول لابیستا بسیار مهم است، بالخصوص ممالک بزرگ مثل امریکا، جرمنی، فرانسه، انگلستان، هلند، استرالیا. این ممالک از نظر قدرت اقتصادی و از نظر سیاسی بسیار فعال هستند. اینا میتونن که شرایط سیاسی یا شرایط اقتصادی در برای شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان
کمک کنن. دیگه به این اصطلاح ما این پیشنهاد میکنیم و پیشنهاد کردیم به جوانای عزیز و گرامی ما که اینا کوشش کنن که در اروپا اینا زندگی میکنن بتونن که با این ممالک یعنی فعالیت اساسی خود برقرار بسازن که به این ترتیب قرار که ما ذکر کردم بتونیم که افغانستان عزیز خود ما کمک کنیم. و یا ای که شما میفهمین که پاکستان بسیار فعال است در قسمت عملات که بعض مجالس در واشنگتن دایر کرده که سر از ما ذکر میکنم و ما حالا میخواهیم که این موضوع حرکت جوانا را که اینا برای انداختن زازه صاحب سر ازی صحبت کنیم و خوشبختانه در پارلمان فواد جان زازه تشریف داره و ارشاد صاحب و مجید صاحب تشریف داره اونا را هم ما معرفی میکنیم و صحبت‌هایشان کنن. موضوع دیگه که ما در اینجا ذکر کردیم موضوع ای بود که متخصصین اقتصادی شما میفهمید در جریان 12 یا 13 ساله که ممالک ناتو در بالخصوص امریکا در افغانستان است، پروژه اقتصادی به طور شاید باید تاسیس میشد برای انداخته نشد بر از که ما فقدان متخصصین اقتصادی داشتیم و پسانا وقتی که پروژه می آمد در افغانستان کمپانی امریکایی یا کمپانی های دیگه که میخواست پروژه را تحلیل کنه برای افغانستان اونا پیشنهاد میکردن که ما باید 30% از این پروژه مبالغی که به این پروژه با مصرف میشه باید ما داده شود که ما بتونیم این پروژه را به اصطلاح انالایز کنیم و تحلیل کنیم و بتونیم که ما این داخل خود افغانستان مثلا با کار بندازیم. متاسفانه شما میبینید که بودجه‌های انکشافی وزارت ها آمدن چون اینا اشخاص فنی در وزارت ها نبود نتانستن که بودجه انکشافی یا مبالغ یا بودجه که از طرف امریکا ممالک ناتو بر از این وزارت ها داده میشد اونا مصرف کردن نمیتونستن و دوباره این پیسا پس میرفت. به این ترتیب ما نتانستیم که به اصطلاح امی پرابلم بیکاری جوانان وضع اقتصادی قسمت اعظم مردم افغانستان ما به اصطلاح بیبود ببخشیم یعنی از نظر اقتصادی و این مشکلاتی که فعلا در افغانستان است و این که دولت امریکا و ممالک ناتو اگر از افغانستان براین و این شرایط اقتصادی و پروبلم‌های اقتصادی در آینده چی خواهد شد که ما تشویش میکنیم و ما کوشش میکنیم که به اصطلاح با توجه این ممالک بیاریم که افغانستان تنها گذاشته نشه. افغانستان با کمک زیادی را کار داره در آینده و تا که خود افغانستان از نظر اقتصادی سر پای استاد شود و باز هم ما این تکرار میکنیم که ما در قسمت با وجود آوردن یک اشخاص یعنی تربیه اشخاص در سیستم دیپلماسی سیاسی بین المللی رو تربیه ببینن جوانای ما در قسمت لابینگ در این ممالک بسیار زیاد اینا فعال باشن در قسمت متخصصین اقتصادی و در این حال جوانا میتونن که باعث پیس امباسادور به اصطلاح رول مستقل بازی کنن که بتونن در افغانستان همین مشکلات جنگ و عملاتی که بالای مردم افغانستان میشه اینا بتونن کوشش کنن که سیستم رو به وجود بیارن با کوشش جوانا و مردم افغانستان که در افغانستان صلح و امنیت به وجود بیاد تا بتونن مردم افغانستان مانند سایر ممالک با صلح و آرامی زندگی کنن. من میخوایم در اینجا از شاغل فواد زازه پرسان کنم. ما اولی که زازه صاحب شما تشکر میکنم که ما را دعوت کردین و ما آمدیم و فخر میکنم که ما در برنامه شما آمدیم و فعالیت های شما رو دیدیم زحمت کشی های شما رو دیدم و ای که خودت یک شخص ملیستی و قلبت برای افغانستان عزیز میتپه و میخوایی کمی حرکت جوانا رو برابر کی تحت پروگرام افغان پیس میکر به اصطلاح ما شما شخصا تشکر میکنم و ای که خودتان با مصرف شخصی ای حرکت برای انداختین و ای وظیفه تماما افغانای ما در اروپا که با شما کمک کنن که در این قسمت در آینده پروگرام ها بسیار قوی شود. دیگه ما به این ترتیب ما از اتحادیه های افغانا خواهش میکنم که با شما فعالیت‌هاش زیادتر شود و با شما کمک کنن. شما در این قسمت ما یک اختیار شماست
شما میتونید در این مورد صحبت کنید. ډیره مننه تاسو نه کوم دوستان نه ولیدین نه ډیره مننه کوم اوس خپل سلامونه تاسو ته عرض کوم. زما نوم فواد زازی ده، زه د افغان پیس میکر ټولنه یم و متین صاحب محترم تاسو لطف نه چې امریکا نه دغه ته راغوئ د هامبورګ ښار ته چې کال مو شو ایمو در ټولنه کې برخه ونیسئ چې بیګا د 14 د اګوست 2014 دی ټاکلی مو. در اول میخوام یه رفت کوتاه بگم که این موضوع کنفرانس ما چی بود. بله. موضوع کنفرانس ما کسی که در دو نقطه تقسیم کردیم. در بخش اولش ایره یادآوری کردیم اونجا گفتیم که مردم کسایی که فعال هستن مثل اتحادیه، کسایی که اتحادیه دارن، کسایی متخصصین و را خواستیم با ما بشینیم که یک حلقه را بسازیم، حلقه همکاری که ما دامدار بتونیم که دیگه همکاری بکنیم. از این خاطر مردم اونجا ما دعوت کردیم و بر مردم امکانات دادیم که پروژه خود معرفی کنن برای دوستا. این یک حرکتی بود که صورت گرفت اونجا و ما فقط منتظر زی بودیم نامه از را ثبت کنیم که نامه از را ثبت کنیم که در آینده دامدار ما که همکاری کنه بتونیم. ما از این خاطر یک شبکه ساختیم و تا حال مکمل نیست، روز ما کار کردیم، شاید یک چند ذره دوام کنه که اساسا کسایی که علاقمند هستند به مشابهتی خود کسا دگام ارکش کلام کرده بتونیم. در نقطه دوم که چون یک پروبلم وقت بود از خاطر ایجاد کمیته جوانان ما میخواستیم که جوانا کسایی که فعال هستن یا کسایی که علاقمند هستن و را جمع کنیم، چون ما که فکر میکنم امید افغانای ما امی جوانا هستن، میگن که جوانای ما تحصیل کردن دستورشون در خون آلوده نشده و میتونن که افغانستان آباد بکنن. از این خاطر گفتیم که اگر شاید جوانا رو یک جای کنیم همکاری کرده که یک کار بتونیم. نو ایده خاطر شده مو نیت ما دغه و چې مو د خبر په واس یو عملی کارو کو چون چې کوم خبره کو خپل خبر نه باید همیشه ودرېږو. دا مو خو افغانستان کې وخت اصول مانده و چې خپل جمع نه څوک تیریږي نه. مو دختر و مو چې شی مو چې یاله دمه و تر اخره پورې وکړو مګر دغه شده مو د خپل افغانانو با دوی نه حمایه شو دوی مرسته مو دغه پاره و کوم افغانان مو سره یو زوی شي مو کولو شو ډیر زوی ته ورسیږو ډیر جګ زوی ته ورسیږو. مو وختو چې دغه ټولنه مچ کنفرانس میچالو اټول ثبت نام کو دمو دوی چې ثبت کړو به خیر سره گوشي د وسی افغانستان کې راجستر شي او څوک چې امکانات فعلا نه لري و اخر انده که در افغانستان دولت حکومت سره که قدرت همکاری وکړي یا دوی مرسته وکړي که مرسته دوی ته کمک شي چې دغه اونه د کار کول اخر پورې رسوي. نو د خاطر چې مو متین صاحب محترم د ترغل امریکا نه و چې موږ د مسلې کې کمکی حمایه کوي مو نو د خاطر مو چې د کنفرانس نه با چې د کنفرانس چونه ولو ورو چې یو بل وخت که باشی بخرسی دوم کنفرانس نسو که در کنفرانس دوم متین صاحب محترم اگر بتونه این کنفرانس دو اول ما را نشر کنه و کسی که علاقمند است در کنفرانس دوم باز اشتراک بکنن که وقت طول معلوم نیست که کار خود باز ما ادامه بدیم تا آینده بخیر. دی من یک چیز میخواستم اینجا عرض بکنم که کسایی که ما کمک هستیم از او بسیار تشکری میکنم. بسیار روزای سخت سرمایه شدیم در کن کنفرانس چون که مسئله هستن کارا میکنن تیم و در پولیس یک کنفرانس دایر کردن که کنفرانس بین المللی بود بسیار مشکل بود. از این خاطر تشکری از قیس جان زازی میکنم، الهام مهدوی، رامین احمدی، گیتا فضلی، گیتا جاویدی، خاطره ناصر و فرجان زازی که دی کتما کمکشون و ماسی زاره نمار زارسن و کتما بسیار کمک هم دی اسی آخر روزای آخر کتما بسیار زیاد کمک کردن که زلفا جان مهدوی بودن، لاله جان سعید، مروه سعید و
شده مطبی و یکی چیز بسیار مهم که کلانترین کمک که ما شده شجان نگزاد بود چه تاسنا دیر من نکم دیر من تاسنا چی دغه مسئله که دیر نصر کمک شوی بدون ارشاد فکر میکنم بسیار مشکل ما داشتیم که کنفرانس را ما دایر کنیم. در نقطه دوم که کسایی اینجا که ما اشتراک کردن کسایی که آمده بودن اتحادیه میخوام یعرف نام از وارا اینجا یادویی کنم که اختلاف کردن سر ما اعتبار داشتن گفتن که شما میتونید کنفرانس دایر کنید و در کنفرانس شما ما اشتراک میکنیم. اتحادیه آینه، اتحادیه خانه افغان، خان فاین هانوفر که اتحادیه خانمان هستن، قندول چریتی، کوثر، فرست کانتکت، افغان یوت اسوسییشن دنمارک، From Street to School Denmark, Pharmacy Denmark, Vision for Children, Orphans Tears, روبین Stiftung. همچنان میخواستم از پروفسور حکیمی هم تشکر کنم که وقت داشت که یک کوتاه یک بیانیه دادن برای ما از وقتشون بسیار تشکری میکنم. دیگه متین جان محترم چیزای مهم بود که ما فراشون یادآوری کردم گفتم اگر کسای علاقمند هستن و میخواین که اینمی شبکه را کتما یک پیش ببرن اگر شاید توسط اینترنت ما سایت خود برای شما اعلام میکنیم که دیده بتونیم که با کدام سایت شما تماس بگیریم و شاید بهتر کار کرده بتونیم. که نمره تلفن ما برای شما دیده شو که صفحه اینترنت ما www.afghanpeacemaker.org و نمره زیر ما نمره تلفن ما بود. از شما بسیار زیاد تشکر. واقعا زحمت کشیدن صاحب قابل قدر است زازای صاحب. ارشاد صاحب شما اولی که شما کمک کردین با زازای صاحب شما تشکر و شما چی فکر میکنین که این افغان پیس میکر کانفرانس چطور بود به نظرتان به طور خلاصه بگوین. دلای افغان که خدای پناه زه خپل سلامونه ونی کې خیر د پیام افغان ټولو قدرمن لیدونکو ته که داخل په افغانستان کې او د خارج په افغانستان کې تقدیم کوم. حضرت محترم زه تاسو نه د زړه کومې مننه کوم چې تاسو امریکا ته تشریف وروړو. فقط دا کنفرانس له خاطر چې پرون د هامبورګ پانتون کې د افغان پیس میکر لخوا دایر شو زه تاسو نه د زړه د کومې مننه کوم. او زه د پاراجان زازي نه ډېر مننه کوم چې د کنفرانس کې زحمت ویسو د قایجان زازي نه د الهام جان مهدوی نه او د افغان پیس میکر ټول قدرمنو کارکونو چې دا غیر زیات زحمت ویسو د کنفرانس کې او هغه افغانانو چې د اروپا مختلف هیوادونو نه تشریف وړاو په دې کنفرانس کې موږ ډېر همکاري وکړه. د هغې نه د زړه د کوم مننه کوم. بسیار زیاد تشکر. مجید صاحب گل بسیار زیاد تشکر. شما زحمت کشیدین از فرانکفورت تا هامبورگ آمدین به اصطلاح زحمت‌هایتان خداوند اجرش بده. شما چی فکر میکنین که این حرکت جوانای ما در هامبورگ امی افغان پیس میکر شما این کنفرانس چطور بود؟ نظر شما چطور است؟ ما هم به نوبه خود با سلام و احترامات خود با بینندگان محترم تلویزیون پیام افغان و برنامه دیرنجرگه تقدیم میکنم و تشریف آوری شما را آقای متین از امریکا با آلمان و اشتراک شما را در این کنفرانس را که جان زازای دایر کرده بود با تیم فعالشان که از جای افتخار است با ما و جوانایی که در آلمان اینجا بزرگ شدن و پانتونا را خلاص کردن اکادمیکرای ما هستن و افتخار ما هستن. خوش مقدم بگم جا تشریف آوری شما را. زنده باشید. یک کنفرانس بسیار خوب، یک کنفرانس بسیار منسجم، علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. راستی ما در بسیاری کنفرانس ها سهم گرفتیم. کم دیده بودم که تو منظم و منسجم باشه و علمی باشه. دیگه بسیار خوشحال هستم که همچه جوانای ما مثل فراد جان زازای و قیس جان زازای و تیمشان، الهام جان دیگه فواد جانشان، همه رامین جان آریان جان، هیواد جان، اینا همشان منسجم شدن و تو یک کنفرانس تشکیل دادن و یک تیم تشکیل دادن که میتونن اتحادهای دیگر
قسمی که خودشان تشریح کردن زیر امرای همکاری خود یک جای همکاری کنند و به خاطر افغانستان عزیز ما، به خاطر بازسازی افغانستان ما، به خاطر پیشرفت افغانستان ما اینا فعالیت‌های خود انجام بدن. دیگه امید که دوام بگیره بله. و افغانای ما هم من خودم شخصا تا جایی که بتونم همراهشون همکاری میکنم، مالی باشه، عملی باشه، فیزیکی باشه، همکاری میکنم انشالله. دیگه بسیار کنفرانس خوب بود، یعنی من نظر من. متیسه محترم، من فکر میکنم اول وقت کار آمده برای افغانستان دی لحظه کلی مردم منتظر ما هستند که چی وقت افغانای مملکت ما جای کمک میکنند. بله. اگر دولت این ناکام بود ما خودی ناکام نمانیم. بله. دیگه من فکر میکنم سوستا تیم ما کسایی که علاقمند به وطن هستند میخوان وطن آباد کنن، سوستا بزرگ شده میره. بله. و این استاد اگر هر چقدر مردم کتمو نزدیک شد برن عمق دیگه کسی که تیم انکشاف میکنه بخیر و بزرگ میشه. اما میتونم بسیار و کم وقت در وقت کم میتونم بخیر افغانستان یک تغییرات بزرگ به وجود بیاره. بله بله. این نیت ماست و کسایی که علاقمند هستن منتظر نشین وقت بسیار کم از افغانستان روز به روز پس میمونه اما پیش میره. متاسفانه باید غم پیشوی بگیریم که پیش بینی بکنیم که چه قسم ما بتونیم راه افغانستان ما حل کنیم. ما مجبور هستیم که بشینیم ما عمل بکنیم. بله. از نیت پاک ما از دل پاک از این چیزا میگیم. بازم از زحمت کشیتان از کار ملی که شما در قسمت افغانستان میکنیم بسیار تشکر. بالخصوص همشیرای گرامی ما تشریف آورده بودن و همشیره گرامی شفیقه جان بسیار با احساس پاک آمدن صحبت کردن و همشیرای بزرگ و محترم ما هم صحبت‌های کردن. واقعا امی کنفرانس شما صاحب یک گروهی واقعا افغانی این کنفرانس پیش برده با یک گروهی بسیار مثبت افغانی پیش برده شد که واقعا مرا بسیار زیاد خوشحال ساخت و ما فضل خدا یعنی حدس که ما زده بودم و حدس ما یعنی پیش بینی کرده بودم، پیش بینی ما صحیح و درست برآمد که ما دیدیم همکاری بسیار قوی بین افغانا. منتها یک چیز ما در نظر بگیریم که علاوه که ما همکاری علمی میکنیم باید همکاری مادی هم همراه شما شود، خصوصا امی روی اتحادیه ها کاملا روی همکاری از اینا رو ما دیدم و اینا آرزوشانی بود که بر افغانستان و اولادای افغانستان و خانمای افغانستان اینا کمک میکردن و همین روحی ملی که اینا داشتن اینا قابل قدر است که انشاءالله در آینده در برنامه دیران جرگه ما انشاءالله سر این موضوعات ما صحبت میکنیم. انشاءالله شما چیزی گفتنی دیگه ندارید ما پیش از اینکه با موضوع دیگه بریم بفرمایید. من محترم ما فکر میکنم دمی 20 سال شد که افغانای عزیز اینجا کنفرانس دایر میکنن اما کار عملی نشده. این کاری که فواد جان زازایشان برای انداخته از افغان پیس میکر ما از افغانای عزیز خود میخوایم که اونا بیاید که افغان پیس میکر همکاری کنن، چون ما این کاری که شروع کردیم یک کار عملی است و ما افغانای عزیز جوانایی که کار شروع کردیم ما به خاطر تجارت شروع نکردیم. ما میخوایم که با افغانستان عزیز کمک کنیم. یک حرکت ما حرکت ملی است و یک حرکت عملی است. از شما تقاضا میکنیم شما بیاین که در افغان پیس میکر همکاری کنید. خود موقع باعث رئیس جوانای دیران جرگه شما یعنی بسیار فعال بودین در سابق و ای که شما آمدین همکاری میکنین یا قابل قدر است کار شما و ما این تنها خود محدود به یک حرکت نکنیم. ما باید باش روی ملی داشته باشیم و بتونیم که با تمام افغانای ما به طور کل ما همکاری کنیم افغانستان از این گودال بدبختی نجات بدیم. زه فکر کوم یو بشي بو دم کته وای تو کسی خپل ملمنو ته بیا وی عرض وکړو چې مو کوم زینا کوم رهبر نه لرو چې مو ته وای چې هغه سید هغه لاله تاسو هغه لاله دغه لاله شي مو دغه کوم څوک شي نه لرو مو آزاد و مو فقط نیت مو د افغانستان آبادی ده کوم بل شي نه ده مو د خاطر هر چاته یی چې کدغه نیت دوی لري خورارش مو ټول شي و بوکس چې مو شي کوي شو اما اصلا چې مو څوک کوم رهبر لرو یا کوم اسب کې وسو یا کوم بل کې شي کې وسو چې مو سوي چې دغه عکس وکړي تاسو کوي یا مو په پیسو کومک مو شي مو چې د پیسې درکم شي دغه کار تاسو کوي مو درګس دا کار نه کوو چې څه معرفي کوي چې مو اصلا نیت مو چی ده
شما چیزی پیشنهاد دارید که ما پیش از اینکه با موضوعات دیگه ما برم گپ بزنیم؟ پیشنهادم این است که دیگه افغان‌های ما، جوانای ما متحد شوند همراه فواز جان و اتحادیه پیس میکر. نمی پیشنهادم است آقای متین فعال باشند در قسمت ساختن افغانستان، احساس داشته باشند. بسیار زیاد تشکر. موضوعاتی را که ما میخوایم باز هم ایرا ما ذکر میکنم که بسیار خوشحال هستم که در هامبورگ هستم، در اروپا آمدیم و غم تمام افغانا، غم و خوشی های ما یکیست. ما هم خود شریک میداریم در غم افغانای خود، ما را شریک میداریم خود در خوشحالی های افغانای خود و ما هم خود شامل میدانیم در خدمت افغانای ما و چیزی که ما بتانیم خدمت کنیم خدمت میکنیم. موضوعی بسیار زیاد مهم که او را ما میخوایم با پیشکش کنیم با توجه افغانای ما در اروپا و امریکا و کانادا و بالخصوص افغانستان. ما یک جرگه یا کنفرانس را دیدم در واشنگتن که در تلویزیون سیسپن و کنفرانس بود. این توسط یک کمپانیز به نام اتلانتیک کانسل. در این اتلانتیک کانسل مدیر ازی یک پاکستانی به نام شجاع، یک جنرال پاکستانی را آورده بود به نام سایگل و یک پروفسور پاکستانی که در امور بین المللی، سیاست بین المللی میفهمید او را میمان خود کرده بود و اینا راجع به رابطه افغانستان پاکستان و دیپلماسی منطقه او منطقه و رابطه افغانستان و امریکا و رابطه امریکا و پاکستان اینا صحبت میکردن. موضوعاتی که اینا صحبت کردن، اولی که ما به شدیدترین وجه حملات پاکستان بالای وزیرستان شمالی ما تقویم میکنم، عملاتشان عملات وحشیانه بود، غیر اسلامی و غیر بشری و به شدیدترین باز هم تقویم میکنم که دولت پاکستان، اردوی پاکستان آیسای در ماه مبارک رمضان بیرحمانه بالای افغانای ما حمله کردن و افغانای ما در اثنایی که روزه مبارک هم بدانشان بود اینا را آواره و بیچاره و دربدر در تمام مناطق خط دیورند ما کردن و امی ما از افغانای ما قدردانی میکنم که او افغانای ما و برادرای ما که با خاک این طرف خط دیورند آمدن و ای افغانای ما در داخل خاک افغانستان با کمکشان رفت و اونا را به اصطلاح به عزتشان رسید. ما قلبا از اونا ما تشکر میکنم. واقعا ما باید به حیث یک افغان قدر افغان خود بدانیم و این عملات بزدلانه و خائنانه پاکستان به شدیدترین وجه ما تقویم میکنم. در این کنفرانس اینا برای که خود براعت بتن در چشم جهانیان، اینا گفتن که ما از به علتی که بالای وزیرستان معامله کردیم و ما رفتیم مناطق میرانشاه و در تیرا که به اصطلاح تروریستا خدای پت کرده بود و در سوات ما رفتیم اینا را ما از بین بردیم. مقصد ما ای بود که در سوات ای افغانا رول خود پیش می بردن و از مردم جزیه می گرفتن، ای افغانا کارهای دوزی را می کنن. شما ببینید در برنامه هست و ما از دست از ای افغانا در بینی رسیدیم یا کارهایی می کنن که شان یعنی برای ما بسیار خطیر است که ما ببینیم این افغانا را و علت ما رفتیم در این مناطق که این تروریستا را ما از بین ببریم و علت عمده است که ما خوشنودی دموکراسی را در پاکستان میخواهیم بار بیاریم. خوشنودی دموکراسی، شما این را فکر کنین خوارا و برادرای افغان ما، خوشنودی دموکراسی چی است؟ یعنی دموکراسی غرب خوشنودیش بار میاریم، ما افغانای خدا مسلمانای خدا میکشیم و یا را آواره میسازیم، بیخانه میسازیم برای از اینکه ما یک کلمه که در جهان غرب بسیار مروج است، خوشنودی دموکراسی. باز هم ما این حرکت پاکستان، اردوی پاکستان تقویم میکنم. شما هیچ وقت نوزد افغانا را از بین برده نمیتونین.
افغانا دائم تاریخ 5,000 ساله داره. افغانا دائم متحد است، شجاع است، دلاور هستند. شما این کار کرده نمیتونیم. موضوع دیگه ای بود که ما توجه دولت افغانستان به این جلب میکنم، توجه سفارت های افغانستان تمام اروپا و امریکا، بالخصوص امریکا جلب میکنم که اینا یک نفر آمده بود از سفارت پاکستان در این ملاقات یا گپ میزدن که به اصطلاح وضع چون در افغانستان مشکلات است و این مشکلات تروریسم خود دولت افغانستان بار آورده. مثلا مثال مسعود دادن که مسعود می آمد افغانستان و این گرفته شد و بازی پس رها شد و بازی توسط تیرهای درون از بین برده شد و این تروریستا را افغانستان روان میکنه در سرداد. ما مجبور میشیم که از خود دفاع کنیم و این سرداد افغانستان مورد از اون دفاع کنیم، در حالی که این تشریح از اینا تشریح خائنانه است، دروغ است، کذابی است که اینا میخواهند که مردم امریکا را، مردم صادق امریکا را و سیاستمدارای امریکا را بازی بتن. ما از سفارت افغانستان در واشنگتن تقاضا میکنم افغانایی که در اونجا هستند که این پروپاگاندای منفی که اینا در مقابل افغانستان میکنن، مثلا میگن که اساکر افغانستان، از پلیسای افغانستان وظیفه خود ترک میکنه و اینا که تروریستا یک جای میشه که ما در این قسمت ما فکر میکنیم که در افغانستان مشکلات باشه. ما توجه دولت امریکا را در این قسمت میارم که پروپاگاندای منفی متخصصین پاکستان بخصوص سفارت پاکستان در مقابل پالیسی امریکا در افغانستان و در مقابل مردم افغانستان که اینا میکنن در جامعه بین‌المللی بالخصوص در امریکا، ما توجه دولت امریکا را میارم و شدیداً این حرکات از این اشخاص که در واشنگتن واقع میشه ما تقویه میکنم، من نفی میکنم. این مداخله سریع و تبلیغات منفی در امور داخلی مردم افغانستان است. دیگه ما حوصله مداخله پاکستان در افغانستان نداریم و یکی ملیشای آرمی پاکستان میاد در افغانستان و عملات بالای مردم افغانستان میاره و این ما توجه ناتو را ما جلب میکنم، توجه امریکا را جلب میکنم. چرا چشمای خود واز کنن و ببینن که این دولت پاکستان اعمال غیر بشری، غیر اسلامی را بالای مردم افغانستان میاره. ما میخواهیم مثل سایر مردم با آرامی و صلح زندگی کنیم. افغانستان و پاکستان نمیمونه آرام و اینا میخوان یک پالیسی دو جانبه را بازی میکنن بغیر از دروغ، از خاطر از این که بتونن کمک‌های اقتصادی امریکا را بگیرن. ما به ضد کمک‌های اقتصادی امریکا هستیم برای پاکستان. مثلا سوال شد از پیش امی جنرال که به نام سایگل است، جنرال تقاعدی است، از این گفت که چرا افغانا با مقابلتان میخیزه؟ این گفت چون افغانا از نظر اقتصادی بسیار ضعیف است و اینا ندارن تجربه کاری و اینا ندارن پشت کار، در فقر اقتصادی هستن. ما کار داریم کمک از امریکا که ما بتونیم تا این مشکلات رو بگیم بغیر از دروغگویی. افغان دولت پنجابی پاکستان، آیسای و اردوی پاکستان، افغان نازنین، افغان شجاع ما را، افغان دلاور را به حیث یک وسیله تجارت استفاده میکنه که از او منافع اقتصادی به دست بیاره. و باز هم میگم که وظیفه سفارت های افغانستان است در مناطق در ممالک اروپایی بالخصوص امریکا که در اینجا متوجه از این کنفرانس های از یا باشه. و ما بسیار گله شدید از نماینده افغانستان در ملل متحد دارم. چرا یا مراقب از این پروپاگاندای منفی دولت پاکستان و اشخاصی که ارتباط داره با دولت پاکستان یا متوجه نمی باشن؟ اونا باید متوجه شوند. دیگه من از جامعه افغانی خود تقاضا دارم که اینا امو تقسیم اوقات سیسپن که یک تلویزیون دولتی است و این تمام سیاستمدارا و مردم امریکا میبینن که در کدام قسمت این مردم صحبت میکنن
راجع به افغانستان نو اشتراک کنن، از منافع ملی افغانستان اینو دفاع کنن. و دیگه ای که یک کنفرانس دیگه بود که آقای خلیلزاد و نماینده سابق امریکا اشتراک کرده بود. در اوجا باور کنید چون یک افغان ما مثل آقای خلیلزاد اشتراک کرده بود، اتاق کل از پاکستانی بود و کسایی که لابیستای پاکستان است در اوجا حضور آورده بود. و یکی از پاکستانی ها از آقای خلیلزاد سوال میکنه که این طفل نوزاد چطور است که از نگاه سیاسی خود چطوری پیش میبره. ما اگر یادم باشه این قسمت این سوال دکتر صاحب خلیلزاد به خیالم جواب نداد. باز نماینده سابق امریکا در افغانستان رو گفت که افغانستان از نظر سیاسی رشد بسیار قوی کرده و این که شما موضوع طفل نوزاد یاد میکنین یک سوال است که در اینجا مطرح نمیشه. و یعنی جربس موضوعات تروریسم و موضوعات انتخابات از پیش از این دو نفر کردن و در آخر ما فکر میکنم که در آخر گفتن که امی دو شخصی که از افغانستان آقای خلیلزاد و نماینده امریکا در افغانستان اونا ذکر کردن که در این قسمت پاکستان زیادتر به اصطلاح سفر کرده یا تحمل کرده موضوعات تروریستی را که ما کتازی موافقه نمی کنم. در این 12-13 سال در حدود 2 لک نفر ملکی ما ساکر ما پلیس ما به شهادت رسیده. ما فکر میکنیم اگر ما همسایه کت پاکستان نمی بودیم و مردم افغانستان امروز در این پرابلمی که آغشته است در این پرابلم آغشته نمی بود، ما یک اقتصاد و یک دولت بسیار قوی و اقتصادی قوی و فقر و بیچارگی در داخل خود افغانستان نمی بود. و این ما برای سفارت پاکستان ما این اختار میتونم که یا مقاماتی که میخواهد که روی ملی مردم افغانستان صدمه بزنه و تبلیغات منفی در مقابل منافع ملی افغانستان کنه در جایی که باشه در اروپا یا در امریکا. و ما کوشش میکنیم که بخیر در سیسپن ما کنفرانس خود دایر کنیم در مقابل از این صحبت‌های بزدلانه و منفی هواداران دولت پاکستان. موضوع دیگه که ما میخواهیم که در این موضوع ما گپ بزنیم، چون مدت 5 سال میشه که ما دیورنجرگه را پیش بردیم و ما کوشش میکنیم که وقتش رسیده که عملات پاکستان در محکمه بین‌المللی ICC باید ما فایل کنیم که پاکستان بالای افغانستان حمله میکنه، یک کار جنایی است از نقطه نظر قانون بین‌المللی و این عملات پاکستان موجب قتل اشخاص ملکی ما فامیلی های افغان شده و این یک کار جنایی است و این ما میخواهیم که در محکمه بین المللی فایل کنیم. و دیگه این موضوع دیورند هم کوشش میکنیم که در لایحه این ثبت راجستر کنیم و مردم افغانستان بخواهیم. و ما از تمام بزرگا و سیاستمدارا و اشخاص دانشمند تقاضا میکنم که اینا بیاین که اتمام کاری کنن، چرا این تنها ما با مصرف شخصی تا این اندازه این موضوع دیرند آوردم و با کمک خداوند جل جلاله در اینجا ما فکر میکنم که در اینجا کدام ما رانمایی زیادتر کار داریم که اینا هم کلگی شامل باشن که در آینده به اصطلاح انگشت طرف ما نشود که شما به اصطلاح با ما این موضوع را ارائه نکردین، ما با شما ما این موضوع را ارائه میکنیم با تمام افغانای ما و همشیرای ما در سراسر جهان که ما بتونیم از حق مردم افغانستان چیزی که مربوط با مردم افغانستان است ما از او دفاع کنیم و دیگه با آرامی و صلح ما وسیله نشیم که موجب تجارت پاکستان شد و خون مردم افغانستان. و ما از دولت امریکا بهترین رابطه که مردم افغانستان داره و افغانایی که در امریکا زندگی میکنن میفهمن که مردم امریکا بهترین مردم است. و ما توجه دولت امریکا را در قسمت از این که افغانستان تنها نگذارن تا که افغانستان با پای خود
استاد شود و ای که دولت پاکستان و ایسای موضوع مملکت اشغال شده را دائم به زبان میارن، این موضوع باور کنید که هیچ ارزش نداره. افغان ها دائم آزادی خود داشته، آزادی خود داره. امریکا به حیث یک رفیق و دوست مردم افغانستان که ما را دیدیم در لوی جرگه قرارداد امنیتی تمام مردم افغانستان را تایید و تصویب کرد که رابطه ما که دولت امریکا و ناتو رابطه بسیار نیک است و دولت امریکا و ناتو بفهمد که افغان چی در این طرف خط دیورن چی در اون طرف خط دیورن تروریست نیستن و دیگه امی عملات درون که توسط ایسای راپور داده میشه، افغانای ملی ما، افغانایی که میخواین به افغانستان خدمت کنن، راپور داده میشه به دولت امریکا که اینا تروریست هستن یا تروریست نیستن. تقاضای جدی ما از دولت امریکا و ممالک ناتویی است که عملات درون بالای افغانای ما استاد کنن. خون افغان مانند سایر مردم دنیا ارزش داره و این افغانای ما باید بخش برسه، خصوصا در این مدت که خاک ما در دسترس پاکستان است. به اصطلاح تعداد کثیری رهبرای افغان به شهادت رسیده و هر روز پاکستان برادرای بلوچ ما را به شهادت میرسانند، خصوصا بلوچا. ما اونا را تقدیر میکنم که اونا به گرفتن حق خود با پا استاد شدن و حق خود دوام میکنن و دولت پنجابی پاکستان به حراس افتاده و ای که ما در جریان ما به اصطلاح در جریان 6 سال ما میگفتیم که برادرای افغان ما و برادرای افغان ما و برادرای افغان ما، شما هیچ وجه مشترکت دولت پنجابی ندارید. شما دیدین و شما میبینین که هیچ وقت پنجابی ها او برادرای طالب ما هر کدامتان بر ضد منافع افغانستان شما باید فعالیت نکنین، شما تفنگایتان به طرف دولت پنجابی دور بتین. شما براتون 3 روز پیش امی کسایی که به دولت پاکستان ارتباط داره، امی کسایی کنفرانس در واشنگتن گرفتن و نماینده سفارت پاکستان هم اونجا حضور داشت، اونا گفتن که ما از دست افغانا به بینی رستیم، اینا به غیر دزدی و کار خراب دیگه چیزی نمیکنن. شما را ما میفهمیم که افغان کیست، ما میفهمیم که افغان چقدر استعداد داره. اینا شما را افغانای عزیز در اون طرف خط دیورن، شما را میگم که دولت پاکستان به اصطلاح خود میخواه برات بته و این هرگز واقع نمیشه. تا وقتی که ما زنده هستیم مردم افغانستان زنده است و نمیمانیم که پنجابی ها او حالتی که در سابق بود بالای افغانستان بیاره. و باز هم ما این خواهش داریم که در افغانستان شما باید اتفاق کنین و این مشکلات ملی ما را از بین ببرین. و خواهش ما ایست که از در قسمت مشکلات ریاست جمهوری که در حدود 5-6 ماه دوام کرده، باید ما موضوعات جاه طلبی و خودپرستی را فراموش کنیم، منافع ملی مردم افغانستان و افغانستان در نظر بگیریم. تعداد کثیری اشخاصی که ما در هامبورگ آمدم با همراه ما صحبت کرد که متیسه چه وقت این مشکلات انتخابات حل فصل میشه و ما با اونا گفتیم که خدا کنه که بخیر این مشکلات حل فصل شوه. کسی که رای زیاد گرفته باید تو رئیس جمهور شوه، کسی که میخواد کمک کنه و با شکل افغانیش و سلامیست بیاین بشینن این موضوعات حل کنن، موافقت کنن که افغانستان فعلا دچار بسیار مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شده میره. شما این توجه کنین، نه به حالت شخصی. اگر ما شخصا در این شرایط قرار می گرفتم، ما همین منافع ملت افغانستان ترجیح می دادم. ما خودم به خود میگم منافع ملی مردم افغانستان در نظر می گرفتم، امنیت مردم افغانستان در نظر می گرفتم. ما می رفتم در یک جای گوشه می شستم، اگر می تونستم همکاری کنم و اگر مردم افغانستان ببینه که یک شخص خودگذر است او را شاید قدر زیادتر شود تا ای که ما بتونیم همین مشکل دامن بزنیم. و ای که آقای امیدگل هم تبصره میکنه در این موضوع. آقای امیدگل تو حقت نیست که در موضوعات داخلی افغانستان تبصره کنی. تو یک نوکر قاتل هستی، خودت قاتل بودی،
بایس رئیس آیسای تو بسیار مردم افغان ما را به شهادت رساندی، تو حق نداری که در موضوعات داخلی افغانستان مداخله کنی و من خواهش دارم که شما در این مورد شما باید توجه زیاد کنین. موضوع دیگه ایست که کمکایی که افغانا برای برادرای وزیرستان ما که آورده تشریف آوردن، ما کوشش میکنیم که وقتی که بخیر پس امریکا رفتیم اگر شو ما فندریزینگ کنیم، یعنی پول جمع کنیم برای از او برادرای ما کمیسیون تیار میکنیم در اروپا و امریکا کل اگه کمک کنه این پول اگه میتونین $1 $2 یا $1 $2 با ما به اصطلاح به می صندوق یا به می فند یا به می اکانت شما کمک کنید ما بتونیم با داخل افغانستان با او برادرای که از ریفیوجی شدن هیچ چیزی ندارن با اونا کمک کنیم و با خود مردم افغانستان خود ما کمک کنیم که این یک کار ملی و واقعی است که فعلا می برادرای ما با کمکای ما اشد ضرورت داره. و دیگه ای که پاکستان توجه یک موضوع دیگر شروع کرده و کوشش میکنه که جنرالای که در افغانستان مصروف خدمت و تربیه عسکرای ماست و اونا میخواه که پلیسای ما را به اصطلاح به شکل بین‌المللی و به شکل که اونا باید تربیه ببینه. جنرالای امریکایی و جنرالای ممالک ناتو در افغانستان شامل خدمت هستند. اینا به ترتیب میخواین که به اینا صدمه بزنن که اینا به شکل میخواید دولت پاکستان و اردوی پنجابی که رابطه افغانستان و رابطه سایر ممالک در جهان ضعیف‌تر بسازه که به نقص مردم افغانستان است که اونا میخواین که به اصطلاح منافع خود بار برن و ای که دولت پنجابی در حدود 30-40 مایل داخل خاک افغانستان آمده و پوسته های خود به اصطلاح آباد کرده و ما امیدوار هستیم که ببینیم تخمی را که پاکستان در افغانستان کشته و او تخم خودش به اصطلاح او تخم بروی در خود پاکستان و او مشکلاتی که مردم افغانستان با او دچار کرده خود از اونها بینویی که فعلا عمران خان و یک ملا مظاهرات را داخل خود پاکستان به اصطلاح برای انداخته و سیستم دولت پاکستان میخواد تغییر بده. ای کلش هم مانورای سیاسی است، چرا که نواز شریف میخواست که مشرف که قاتل مردم افغانستان است این مشرف به اصطلاح تخطی کرده در قسمت قانون اساسی پاکستان و او باید میگن قرار کشیدیم که باید اعدام شود. ما فکر میکنم که اردوی پاکستانی تنها یک تمرین رو میکنه مردم نشان میده، اما نواز شریف قادر نخواد بود که کدام کار را در خود داخل در مقابل مشرف کنه و این شما ببینید که تنها یک مانورای سیاسی است که دولت پاکستان میکنه. وضع امنیتی پاکستان ثابت نیست برای که تماما افغانای ما را بیچاره و آواره ساخت و یا یعنی نتیجه کار خود دولت پاکستان خود دید و ای که پاکستان میخواهد که در امور افغانستان مداخله کنه. این مداخلهش مردم افغانستان فهمیده در تمام ولایت افغانستان بالخصوص در خود داخل افغانستان روی ای که پاکستان بر ضد منافع افغانستان است و پاکستان باید خط دیورند اعلا کنه و ما راه بری را پیدا کنیم. چرا اگر از نقطه نظر اسلامی ببینین و از نقطه نظر قانونی ببینین قانون اساسی پاکستان قانونی است که از ویل آمده، قانون انگلستان در قانون اساسی خود شامل کرده. به اصطلاح هیچ احکام شریعت اسلامی در قانون اساسی پاکستان شامل نیست. مملکتی که ادعای مسلمانی میکنه، مملکتی که ادعا میکنه که قوانین اسلامی را تحکیم میکنه، خصوصا رژیمی که ادعا میکنه
که ما قوانین اسلامی رو در پاکستان به اصطلاح به کار میبرم. این قوانینی که اینا دارن بر طبق قوانین اسلامی نیست، به اساس قانون انگلستان و ویلز است. مملکتی که قانون اساسیش به اساس شریعه اسلامی نباشه، او چطور فکر میکنه که مردم افغانستان باید کشته نشه، مردم افغانستان باید بالایش ظلم نشه و خاک مردم افغانستان گرفته نشه، که از نظر اسلامی هم تعرض و غصب خاک مملکت اسلامی خلاف قوانین اسلامی است و غصب از این خاکا از نظر اسلامی بالای شما نماز خواندن نمیتونین، بالای شما زندگی کردن نمیتونین و شما از نظر اسلامی بخی نفی شدین که شما به اصطلاح خاک مملکت اسلامی رو شما بگیرین. و دیگه ای که بسیار زیاد چیزی که مرا رنج میته، در ماه مبارک رمضان دولت نظامی پنجابی آیسای بالای برادرای وزیری ما در ماه مبارک رمضان حمله کرد و در این حال اسرائیل در ماه مبارک رمضان بالای برادرای غزه ما حمله کرد. یعنی اگر شما ببینین هر دویش ردیف بر ردیف پیش میره. و از این که ما وقت نداریم، وقت ما پوره شده، ما سلام احترامات خود برای فرد افغان خود در افغانستان عزیز و گرامی ما و کسایی که در کمیسیون انتخابات سهم گرفتن و وظایف خطیری را سپری کردن و فعلا در مرحله بسیار مشکل اینا میرن و اونا ما سلام احترامات خود میرسانم. امیدوار هستم کارایتان نتیجه مثبت بده و افغانستان مشکل ریاست جمهوری را حل کنه. شما کمک کنین که مشکل ما حل شود و افغانستان از این مصیبت رهایی پیدا کنه و مردم افغانستان خدا آرام داشته باشه. ما کوشش میکنیم ایواز از این که ما بریم به اصطلاح ماهی ببریم که گشنگی مردم افغانستان رفت، ما میخوایم که نشان بدیم افغانای ماهی در زبی نشان بدیم چطور ماهیگیری کنن که از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی سیاسی افغانستان به طرف خودکفا بودن برن. ما از این خاطر ما شخصا ما آمدم و حرکات برادرای ما رو زازای سای بیاره، ما بسیار زیاد استقبال کردم و استقبال میکنم که اینا حرکت جوانا رو برای انداختن که امید است که حرکت به داخل افغانستان بره، به طرف با وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، سوات و پشاور حرکات بره و افغان‌ها یک جاشون. امید است که خاکای ما آزاد شود. خصوص ما موضوعی را که ما میخوایم بگوییم به دولت امریکا و ایست که بندر گوادر مستقیم ترین و نزدیکترین بندر است به داخل خاک افغانستان. اگر بندر به افغانستان آزاد شود، خاکای ما آزاد شود، این میتونه خود امریکا سهولت پیدا کنه واسه که به دیگر جای از دیگر را بیاد. چرا دولت پاکستان در حدود 500 میلیون دلار در قسمت تدارک خط ترانزیتی از دفتر کراچی تا افغانستان گرفت که هر روز مفاد اقتصادی را از افغانستان یا به دست میارن. اگر شما پیشنهاد ماست که ما سرزی انشالله در ایره میبینیم و ای که پاکستان اگر فکر کنه در آینده بالای افغانستان تعرض کنه یا کنه، انشالله ما ایره در ICC یا محکمه بین‌المللی خود بردیم و ما کمک تمام افغانای بزرگوار ما، دانشمندان بزرگوار کار دارم که در این قسمت ما را راهنمایی کنن و ما را کمک کنن. امید است که شما عرض برادر بزرگ کوچکتان شما قبول کنین و از اینکه ما وقت ما پوره شده سلام و احترامات قلبی خود به شما میرسانم. شما اگر کدام پیغام دارید در قسمت آخر برنامه هست. بس تشکر صاحب، ما به شما تشکر میکنم که در برنامه شما متنستیم اینجا باید ما را دعوت کردین. بسیار تشکر، ډیر مننه کوم تاسو نه. خواهش میکنم. تاسو مننه کوم و کور مودان ټول افغانان ته افغانستان ته خلق ته مو وړاندې کوم، خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای پامن.